خب دوستان عزیز خدمتتون عرض کنم که یکی از موضوعهایی که به درخواست شما می‌خوایم پیگیری بکنیم موضوع پاسپورت‌های جعلی هست که پیامک‌های بسیاری از شما شنوندگان عزیز در این خصوص داشتیم. در این بخش با ما همراه باشید. پاسپورت خام آمریکایی 90 تا 120 میلیون. لطفاً چونه هم نزنید. اشتباه نکنید، با مشاور یا وکیل مهاجرتی صحبت نمی‌کنید. آقای شالیزاری هستند، یکی از فروشندگان پاسپورت اصل کشورهای مختلف که در این مکالمه تلفنی ما که به صورت نامحسوس تماس گرفتیم و ضبط کردیم و البته خیلی دنبال شماره‌شون گشتیم و این شماره رو از طریق یکی از آگهی‌های روزنامه هم پیدا کردیم. الو، سلام علیکم. بفرمایید. آقای شالیزاری جان بفرمایید. خوب این شما، من از آقای اصغرخان شماره گرفتم برای این پاسپورت ها. برای پاسپورت ها. خب بفرمایید امرتون. توضیح میدین چه پاسپورت هایی دارین؟ شما چی میخواید؟ خب شما مال چه کشورهایی رو دارین؟ پاسپورت خام آمریکا رو داریم، آلمان رو داریم، بقیه کشور اروپایی هم هست. و قیمتاشون به چه صورته؟ پاسپورت آمریکا 90 تا 120 میلیون، آلمان 80 تومنه، فرانسه 50 تومنه، بقیه کشور اروپایی هم زیر 40 تومن. ولی اگه بخوای روش عکس بذاریم یا رابطمون تو ترکیه بیاد برای گیریم کردن اینا 30 میلیونی بذار رو قیمتا. اینا رو وقت از کجا میارین پاسپورتا رو؟ ببخشید من خیلی جالب شد، به خاطر همین میپرسم. آها الان شما دی تفتیش خریداری؟ نه واسم جالب شد، میخوام بدونم که حالا این پاسپورت رو از کجا میاری. بعد من خب بالاخره من میخوام این همه، اگه میخوام یه پاسپورتی رو 80 میلیون به شما بدم بعد خیالم راحت باشه دیگه، از کجا معلوم جعلی نباشن اینا. پاسپورتا که هند میاد، بعد یه سری پاسپورت که از تایلند یا مالزی هم میان. داریم همینجوری سفارش داریم. خب الان که شما دارید میگی آقای شالیزاری اینا الان پاسپورت‌ها بیومتریک شدن، خبر که دارین؟ چی متریک شدن؟ بیومتریک منظورم اینه که وزن، قد و رنگ چشم، حتی اثر انگشت هم اونجا هست. خب چطوریه مثلا ریسک داره بریم میگیرنمون دم گیت فرودگاه؟ نه خانم خیالتون راحت، خیال تخت همه اینا رو فکر همه جوشو کردیم. انقدر ما مشتری داشتیم که اینجوری رفته الان دارن با هم پاسپورت دارن اونجا زندگی میکنن دیگه، اتون نمیخواد عوض کنن پاسپورتشون. و اینا رو این پاسپورت دزدی رو چند میخرین جسارتا؟ خانم شما اومدی بخری یا اومدی تفتیش کنی؟ اگه نمیخوای بخری که من قطع کنم یه مشتری دیگه برسم. برام جالب شد، میدونی خب بالاخره خانم کنجکاون دیگه. من میتونم کار شما سوال کنم که چقدر در میاری فلان، چون چیکار داری؟ شما پاسپورت میخوام بهت بدم برو. میخوام این آخر خیلی زیاده قیمتش، میصرفه براتون؟ آره میصرفه برام. آخه الان شما دارید میگید این پاسپورت‌ها رو از هند میارن، بعد تنوعش هم بیشتر و اینا. خب این که قانون نیست، شما میری یه پاسپورت یه آدم خارجی رو از اون ور آب میدوزن میارن اینجا. خانم معلومه شما میخوای بخری یا میخوای نخری، من نمیذارن اینقدر سوال پرسش کنن. میخوای پاسپورت یا نه؟ نمیخوام. خب همون چون میخوام دارم سوال میکنم دیگه. فقط سوال میکنه، قیمتمون معلومه دیگه، تموم شده است. آخه ببین الان شما دارید میگین پاسپورتتون دزدی که برم دم گیت اونجا گیر کنم، بعد وقت من چجوری استفاده کنم؟ شما دارید دزدی میخوای دیگه، اگه نمیخوای باشه برو اداره گذرنامه اونجا پاسپورت. آخه این پاسپورته که آقا یه ذره عصبانی نشه، خونسرد خودت حفظ کن. شما دارید پاسپورت خارجیه، من برم اداره گذرنامه یه دونه خب پاسپورت ایرانی دارن دیگه. خب چرا زنگ زدم به شما؟ دیگه خودت اگه پاسپورت قانونی می‌خواستی می‌رفتی اداره گذرنامه می‌گرفتی. آقای شالیزاری خودت هم دنبال دزدی دیگه. آقای شالیزاری آخه بابا من میگم چجوریه نره منو بگیرن. راحت خیلی هم مشتری من حتی اونجا که اعلام پناهندگی نمی‌کنن، با این پاسپورت زندگی می‌کنن. تو بابا مسخره‌شو در آورده. بعد از یک تحقیق ساده در اینترنت متوجه شدم که نزدیک به 300 ایرانی در یونان به دلیل استفاده از همین پاسپورت‌های جعلی در زندان به سر میبرند و تا 7 سال هم باید داخل زندان باشن و جالب‌تر از اون اینه که تا آخر عمرشون هم در لیست سیاه اینترپل قرار میگیرن. مطمئن هستم که خیلی از هموطنان از همین طریق گمراه میشن. رفتیم سراغ جناب سرهنگ رضا غنیلو، کارشناس نیروی انتظامی و عضو هیئت علمی دانشگاه، با هم نکاتشون رو بشنویم. در رابطه با خرید و فروش
پاسپورت‌های اصلی و خام بعضی از کشورها که گفته شده در خیابان‌های مرکزی تهران در کوچه‌های خاصی فروخته میشه و مبالغ هنگفتی هم درخواست میکنن، این نکته حائز اهمیته که طبق قانون بر فرض محال اگر خام پاسپورتی هم متعلق چاپ شده در کشوری باشه و متعلق به اون باشه، استفاده غیر و وارد کردن مشخصات ناشایست از اون بابت در اون گذرنامه از مصادیق جعل حساب میشه، یعنی هیچ فرقی در حکم جعلی بودن نداره. و یک عقل سلیم با توجه به موج فزاینده‌ای که در رابطه با جرایم امنیتی و مباحث تروریست تو دنیا وجود داره که تمام کشورها مرزهای خودشون رو خصوصا مبادی فرودگاهی رو به شدت کنترل میکنن، فقط بحث گذرنامه نیست، از طریق اثر انگشت، مردمک چشم و مواردی که در پلیس علمی به کار میره، این یک خیال باطل و خامیه که مثلا بشود با پرداخت یه مبلغ هنگفتی یک پاسپورت خامی رو بگیریم، به اصطلاح تصویر خودمون رو اسکن کنیم، مشخصات بزنیم و بتونیم مثلا وارد یکی از کشورهای اروپای غربی یا آمریکای شمالی بشیم. امکان داره ظاهر قضیه در اینجا انجام بشه، یعنی همچین پاسپورتی تحویل شما بشه و اگه پیش کارشناس ببریدم بگن خام این پاسپورت جعلی نیست، ولی شما مطمئن باشید که ابتدا در خروج از ایران به مشکل میخورید، باز بر فرض محال اگر مبادی ایران رو رد کردید شما مطمئناً در فرودگاه اون کشور دستگیر خواهید شد و به جرم امنیتی تا ثابت بکنن که شما فقط قصدتون ورود به اون کشور بوده، شما باید مدت‌ها در زندان بمانید و در دادگاهاشون تردد کنید، ضمن اینکه اون پولتون هم که پرداخت کردید اون هم ضایع و باطل شده و توصیه میکنم اصلا این کار رو به هیچ وجه انجام ندن و این چیز جدیدی هم نیست. ما از 20 سال 30 سال پیش این گونه خبرها رو میشنویم، اون تا هر روز روکش خبر رو یه مقدار تغییر میدن و مانورهای متقلبانه جدیدی رو به کار میبرن. یک مسئله و اون همینه که یک فرد وقتی پاسپورتش رو گم میکنه سریعا اعلام مفقودی میکنه و احتمال داره تا شما پرواز کنید در همون فرودگاه دستگیر بشید، همونطور که جناب سرهنگ گفت. و در ضمن به هیچ عنوان شما نمیتونید با هویت یک فرد اروپایی یا امریکایی در اون کشور کار کنید، چون اونها داره یک کد شناسایی ملی هستند و در همه فعالیت ها هم ثبت میشه و حتی اگر فرد خارجی که شما پاسپورتش رو میخرید هم اعلام مفقودی نکرده باشه، وقتی به عنوان مثال اطلاعات شما را در دو جا ثبت بشه سریعا پلیس به هر دو جا مراجعه میکنه، 2 نفر را دستگیر میکنه تا معلوم بشه کدوم هویت جعلیه و کدوم هویت واقعی. پیشرفت منفی 40% قطار شهری هشتگرد بر اساس 2 آمار. بررسی آمار وزارت راه و شهرسازی حاکی از اینه که پیشرفت پروژه‌های قطار برقی شهرهای جدید در سالی که گذشت از وضعیت ناامید کننده هم فراتر رفته و حتی منفی شده. اوایل خرداد ماه سال گذشته شرکت عمران شهرهای جدید ایران با اشاره به اینکه هشتگرد، پرند، بهارستان، فولادشهر و گلبهار از جمله شهرهای جدیدی هستند که دارای طرح و اجرای قطار برقی حومه‌ای هستند، اعلام کرده بود پیشرفت کل طرح قطار شهری هشتگرد که متصل به ایستگاه گلشهر
کرج و در مترو خط 5 تهران قرار گرفته حدود 77% و در سال جاری یعنی در بنابر اون خبر در سال 94 این طرح قرار بود که افتتاح بشه. این در حالی بود که دیماه پارسال توکلی مدیر کل دفتر حمل و نقل و ترافیک عمران شهرهای جدید از راه اندازی نخستین قطار برقی شهرهای جدید کشور در هشتگرد در صورت تأمین اعتبار تا پایان سال 95 خبر داد. وی با بیان اینکه تاکنون 17 کیلومتر از این مسیر 25 کیلومتری قطار برقی هشتگرد ریل گذاری شده افزود حدود 300 میلیارد تومان برای ساخت این قطار برقی هزینه شده و نزدیک به 260 میلیارد تومان دیگر برای تکمیل آن نیاز است. اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافی است توقف کنید روی خط بازار. بازار روز. بازار روز.